درود بر شما. امروز میخوام 7 فکت جالب درباره سریال جومونگ رو بگم. سریال پرطرفداری که هر سال پخش میشه و هر سال هم طرفدارای خاص خودشو داره و همچنان برای ملت جذابه. راستشو بهم بگو، چند بار این سریال رو دیدی؟ حقیقتش من خودم 4 بار به طور کامل و قسمت به قسمت این سریال رو دیدم و همچنان هم دارم این سریال رو تماشا میکنم. اگه تو هم عاشق این سریال هستی این ویدیو رو لایک کن و خیلی سریع بریم سراغ فکتاش. فکت اول درباره بانوی اعظم بویو یعنی یومیول. اینطور که پیداست یومیول با امپراتور گومو سر و صحبت داشتن و به هم علاقه‌مند بودن، اما به دلیل اینکه پیشگویان در اون زمان نمیتونستن ازدواج کنن این امر به سرانجام نرسید که جالب صدا سیما کامل این موضوع رو سانسور کرد و هیچ کس هم علت اصلی این کار رو نمیدونه. فکت دوم درباره یونگپوه. در سریال از یونگپو به عنوان یک احمق یاد میشه و هر وقت نقشه‌ای داشت به صورت کاملا احمقانه لو میرفت و نتیجه خوبی رو به همراه نداشت. همچنین یونگپو هیچ گونه سودی واسه بویو نداشت، اما در واقعیت و در تاریخ کره یونگپو شخصی محترم و مفید برای بویو بوده، به طوری که مردم او رو ستایش میکردن. حالا نمیدونم نویسنده این سریال چه مشکلی با یونگپو داشته، دیگه خدا میدونه. فکت سوم درباره مشاور سایون، متفکر گروه تجاری ارباب یونتابال و هیوبو، که شاهد سانسورهایی در سکانس‌های رابطه این دو شدیم، اما بازم از بخش سانسورش که بگذریم میتونیم حس کنیم که چرا اینا با هم این همه خوبن، اونم زمانی که سایون جنسیتش مشخص نیست. اما واقعیت این قضیه چی بوده؟ مشاور سایون در کودکی به خاطر وضعیتی که داشت به سختی بزرگ شده و به قول خودش مردم مثل یک هیولا باش رفتار میکردن. در این وضعیت مردی سایون رو بزرگ میکنه که شباهت زیادی به هیوبو داره و برای همین اون به شدت به هیوبو علاقه‌مند میشه و از اونجایی که یوبو تمایل جنسی متفاوتی داشته این علاقه‌مندی دو طرفه. فکت چهارم، بعد از جومونگ یوری پسر جومونگ امپراتور گوگوریو شد و در زمان یوری این کشور رو به افول و ضعف رفت، اما با ظهور مهیول این کشور دوباره جون گرفت و قدرتمند شد، به طوری که حتی از زمان جومونگ هم قدرت بیشتری داشت و قلمروش هم افزایش یافت. جالبه که بازیگر نقش مهیول رو هم سونگیل گوک یعنی همون جومونگ بازی میکنه. مورد پنجم درباره موسونگ و خواهرش یعنی مودونگ، همون ندیمه بانیوها هست که جالبه بدونی این دو نفر اصلا خواهر برادر نبودن بلکه با هم رابطه داشتن و حتی یک بار جومونگ مچ اونا رو در این عملیات میگه. و اما مورد بعدی درباره بازیگر جومونگ یعنی سونگیل گوک هست که در سال 88 به ایران سفر کرده. اون توی تهران با احسان علیخانی مصاحبه‌ای انجام داده و بحث‌هایی هم درباره ایران و تاریخ کهنش کرده. مورد هفتم در مورد کشور چین و امپراتوری هانه که در سریال می‌بینیم که هر موقع صحبت از هان میشه مردم سر فوش میکشن بهش به خاطر ظلمایی که انجام داده. برای همین رسانه‌های چین واکنش‌های منفی در برابر این سریال انجام دادن و همچنین تلویزیون چین این سریال رو چین ستیز و تعریف تاریخ و سلاحی برای چین نامیده. خب اینم از این ویدیو. واقعا این سریال شاهکاره برای ما ایرانیان، اونم به خاطر اینه که فکر کنم خودمون تاریخ کهنی داریم اما سریالای ساخته نمیشه که جنبه تاریخی داشته باشن. چه ایران باستان و چه بعد از ورود اسلام به ایران
سلسله‌های قدرتمندی در ایران به وجود اومده و اتفاقات تاریخی فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشته. امیدوارم روزی رو ببینیم که این تاریخ تبدیل به فیلم و سریال بشه. تا ویدیوی بعد، بدرود و خدا نگهدار.